فرزند نازنین دست رفت. ینگه همیشه شما برنج میاره یا که گوشت آورده خانه یا سبزی آورده که شما آش میکنین در اینجا. خیلی من قرض دارم. خیلی قرض داری؟ خیال میکنی این قواق در اینجا ایستادی، این قواق در اینجا خوردی، پوشیدی، همه ای به پولای؟ муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. زنک جان چی تقدیره ها؟ حتی یک خانه اجاره نمیوی با همونم 4-5 هزار. ای خدا ای چی تقدیر بود. فرزند نازنین دست رفت. اینقدر تبابت، اینقدر دوا آخرش ناامیدی. حتی جای کارم از دست رفت. من نمیدونم چی خطا کردم، چی شاید همش سنجش خداوند باشه. و همش شکر میکنم. همه چیزی که داشتم از دست رفت. خیریت با خودت مرا میفهمی. ای خدا جان شکر. خدای مناسبت ما را از سر دشمن نیاره مردک جان. من مردکی بودم که گریه نکنم. من با خاکک گریه نمیکردم. این دردی سخت است آنها. کاش که اینقدر عذاب بود. بچه من روز قطیمان میبود. نگو زنک. این صورتک شدی. نمیدونم. شکر. همش مرازگی خدا. زنک میگم که همه دادار من زنگ زنم چی؟ یک بار پرسم بهش. ها؟ الو سازی داده جان. شکر میشه. خیلی دیگه بعد این گپ کار با همی خیلی منو کپیده گشتی. ها؟ شکر تین یک همون اجاره کفتیم که نیافتیم. چند جای شهر گشتیم با 5,000 4,000. امی خیلی مایلی پولش خیلی کرو با کلان همون خانه را بیوی. اما را گفتم که یک کلان یکون ما میتونستی در خانه جمع میکردی. خواهران مادران و اپاجونکای ما با دقت گوش کنین. شرکت فابرلیک برای هر یک شما شرایط خوبی کار فراهم آورده. اگر که شما میتونید در خونه تو ماشین در خونه نبروید توسط هم تلفن موبایلتون کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده هر ماه 3000 سرکرده تا 15-20,000 تومانی پول به دست بیارین. برای به کار قبول شدن شما دا دیپلم لازم نیست، زبان خارجی دانستن لازم نیست. یگان کسا التماس نمیکنه، یگان کسا پول نمیتین.
دانشجو دخترکا 100% میتونین که کار کنین. اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما را میتونین در پلنی تلی یعنی که در شرکت فابریک کار کرده هم 3 ساعت وقتتون صرف میکنین و هر ماه یعنی که تا 15000 معاش به دست میارید. برای به کار قبول شدن شما چیکار میکنین؟ انمی دایرکتور شرکت فابریک اپای زرینه جان در واتساپش حاضر یک سلام مینویسین. اپای ما اینومی ما مینویسین تمام نزدیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میته میفهمونه. بعد نگفتن همون اپا جون کوی من شرکت فابریک خاطی شرکت ایون یک جای شدگی که شما میتونین هر یک محصولات شرکت ایون توسط همین شرکت فابریک 10 مرتبه 20 مرتبه ارزان خریداری کنین. در شرکت فابریک کار کردن چه خوبی‌ها داره؟ 21 روز پس شما معاش میگیرین، غیر معاشای میگرفتگیتون هر ماه از جانب شرکت یعنی که توفا میگیرین. این چون این وقتی که شما 2 ماه کار میکنین بازینه دایرکتوری میرسین اپا جون کوی ما از جانب شرکت شما را 20000 سومانی یعنی که توفا میتن. این چون این یک چلای طلای دیگه شما از جانب دایرکتورتون قبول میکنین. با در بین بگیم که یک غلط توفای دیگه یعنی که از جانب همین دایرکتورتون اپای زرینه جان قبول میکنین. اپای ما واتساپ اپای زرینه جان در حاضر یک بنویسین. همه اپای ما اینمی زینه نال یعنی که بازینه دایرکتوری هر یک شما را یاردم کرده برده میرسونه. برای همین حاضر یک بنویسین کارا آغاز کنین. اما گفتم که یک اقلا یگون ماه میتونستی در خانه جام میکردی. ماله کدوم ماله چیکار کنم؟ هیچ نه همی ما فقط تیاریم که یک جا بیاییم برای امازی چیز چورمون هم تیار کردگی موندگی ما انا ماله اکا بخشیش من نمیخواستم که شما را غم بتم نکه چی داشت با ماشین خودت میای؟ ماله ماله خب ایره فرزند پدر میگم زنج بریم شکر که خداوند با برادری به ناموسم داده است. اگر یه روز بچه‌مون زنده میشید مادر جان من تیار بودم که در نمی بیرون زندگی کنم قدیما باشه. خدا جان خیلی که زندگی هم که ازیق نشیم انشالله که همش خوب میشه برکه جان. روزای خوش روزای نکه پیشه انشالله برکه جان. انشالله هیچ وقت راستی کل دودر جان باری وزمین شدنی نبودم. ببخش که دردی سرت چیدیم دودر. نگو که جانی گپه هیچ وقت که گپه نزه. هزار بار شکر که با خداوند دادری به ناموسم داده است. در این روزا با دادرم میبردوره درد ما درمان ما شکر هزار بار شکر میکنم. اکا جانی من این گپه نگی انشالله تا وقتی که دست من چیزی بیا کم میکنیم. زنک او زنک لابای مردک بیای جا چقدر مردک؟ لباسای ما را بگی جا با جا که همشه برای که پشتی ماشین در یک لباس ما بگیرم پرتام در کار میشه. انا بعد پاپشوم یا برای توزه که من میده کار بودم زنه که وقتم کم مونده. مردک رفت رو که زنه مردک میگم از پاپشتون همیشه کمه تخم زدگیم شیر برنج تیار کردگیم چای هم جوشیده است میخوردن بعد میرفتن. زنه جان شما با هزار خوردم گین اکم خوب است. خوبن اکم شون خیسم من در قدم سخایی انگام شون میخرینم. من برم که ولی بولم رپ رو که بعضی وقت یه ساعت پیشکی میبرم بعد میمونم برای هم بگی جا با جا کن فهمیدی؟ تستا مردک میدادن این روز روزی اکتونه ما چی با نمیدونم روزی فرزند پدرم ما چی با نمیدونستم میدونم زنک اپای کوشت تستا مایلش تیز بچن خب
روز مردک من اگه دقیقا در دلش هیچی نمیخوام جوان خیلی اگه اوقاتا که با مزهش کنم سم میشم سازی دکجه باشم بسم الله الرحمن الرحیم چوکا دستن ینگه؟ چیز را جان اکی روزا دروزی اکر بوده گفتم یا ای قرق آش کنم سبزی را باید ریزم میکنم سر جان ینگه همیشه شما برنج میاره یا که گوشت آورده خانه یا سبزی آورده که شما آش میکنین در اینجا اینا در خلادین اوقات دسته انا ما گرم کده میخوریم بگه شوی شما فقط میاد که دستی خالی میایه یا چی نمیاره خانه ده با شما 24 ساعت میخزین اوقات کده میشنین دم که چیزی که هسته اما باید خوردن در کرای هر روز اوقاتای نو یا چی نمیاره شدون دادم دستی خالی میخزه خانه میاد فقط من نسبه ولی اگه شامی نکردم نکنین خالی ینگه راست میگه دستش مولم کیام را بود خونه یارو اون چیزی الان نه هم تایور هم خونه فقط هم خونه نبود شد میاره جگه همون سکسی هم میفورد ما خونه خودش قدیه اوقاتینی از اینا بیزور شده است هر روز هم ها بچه کم ترک آدم فکر میکنه که دن خلادینی که پری مورد دیگه دیده نتونه اینجا خودت بسته و خود میکنیم اینجا بعد شوهر تا تخم کلبسه و ساسیسکه و دیگر را میپذیر این همه از کنیم قاق میزنم نه اکا این روز نه اکا معلومه چیزی که ایون است وجود با بیان نیست آدم کم ترک فکر میکنه میگه افته هم ما تیار کار میکنم اینات میکنم یارم سرکه پر میکنه یه اگه میشگونه دامش میگیره میجگونه؟ بیا میریم اینجا یه برای ما جانب دست بیا کجا میریم؟ بیا هی ما فرزند پدر گفتیم بگی چیزا تا جمع که دیگه چی میستی؟ جمع کنی نمی‌بینی، یک نمی‌بینی. لو جمع ما کنی، فرزند جمع پدر گفته اومده جمع اینجا کنی نه هم بگی آدم بته چی خیلی راستی شده گفتیم دودر داریم ای. خونه دودر ما اومدیم و در خونه دودر ما میستیم ما یک جو میدونم که دودر ما خیلی خیلی جمع زندگی دیگه همه یکم گپ زیاد در کار نیست ما بس خیلی زندگی ای خیلی که دیگه چی میگویی کجا میره که میرم جو هم اومد به صاحب نیستیم با یک مسلمان یک جامو میتیه خوشگاه برادری من بیا خوشگاه که برو ای اینجا بس بیجا کار داری اینجا کجا میره میرم یک جو میرم آدمی میرفتگی بر وقت میرفت من آدمی فکر میکردگی آدمی بنانگ بناموس او بر وقت من اول میفهمیدم میرفتم بعدم اینا در کار نیسته میرم یک جو میام پری جو یک مومن مسلمان یک جو میکنه قرض میکنه مدام اینا در کار نیست اولی قرض داری قرض میکنی اولی خودت قرض خیلی من داری قرض دارم خیلی قرض داری تو خیال میکنی این قواق در جا ایستادی این قواق در جا خوردی پوشیدی همه ای به پولای ها میتونی خونه همه ای را پرداخت میکنی میسپوری یعنی می قرضوتا میسپوری بخون تو شهردنامه نکردم دودر شهردنامه نکرده قرض میسپوری من شهردنامه نکردم خیلی دودر مرا خیلی چی نکرد بگی بخون من یکم کس قرضدار نیستم من دودر گفته خونه فرزند پدرم همه چیز اومدم حساب کتاب دارد دودر گفته همه چی قرض ای حساب کن بخون خوش بخون یا پرداخت که بعد برین خونه تون دیگه اکت خیلی غم مونده دی خیلی غم مونده دی من نفهمیدم بفهم اکا اکا خوندی دیدی اکا خونه را اکا دامه میکردم اینه کلیتی خونه اکا یه همش اکا یک هزل بود مولوتون مبارک باشه اکا جونی من پروردگار عمری دراز تون بته
خداوند همیشه خرسان باشه. یا حاضر بود اکای من جان تو ببخشید نگردم داداش. گریه نکنین اکا. بدونین مادرم در وقت تحقیق کرده بود که بعد سری ما چیزی که در من میخواستی کردن اکا اکتا نگاه که بچم هوش و خیالت فقط با اکت شوه بچم اکا اکتا تو قنمو همه قورزو دارم بچم قبول اوشه جان. باشه تا وقتی که هستم موشه جان هر چی که دستم بیا من برای اکرم دریغ نمیدارم. باشه جان قبول اوشه جان. من هیچ وقتی سخنای شما رو اوشه جان فراموش نمیکنم. اکا جان جان تو نگردم گریه نکنین اکا. هر چی که هست ای تحت دیل اکا. ببخشید مادرم در وقتش خواهش کرده بود که بچه جون در حیات چیزی میکنی نمیکنی برای برادرت کرد. چی قوتی داری چی مهنتی که میکنی برای برادرت کرد. برای همین عیدل جون اکا مبارکتون باشه. این همی خونه اختون اکا. من میدونم این خونه شما را خوشبخت مثال فرزندتون بر نمیگردونه. نه که به هر حال همین چیزی که من میتونستم اکا برای خودم کردم. با در آینده هم میکنم. مهم روحی مادر شد باشه. مهم سخن مادرمون در زمینه مونه. چی گفتی برادری من؟ ببخشید داداش جان. муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ.